سلام به همه دوستان خوب خودم، امیدوارم کارتون عالی باشه و تا اینجا زندگی رو عالی پیش اومده باشین. تا حالا شده توی زندگی برای خودتون هدفی رو در نظر گرفته باشین و یک رویا و آرزو داشته باشین و توی مسیر رسیدن به اون هدف تلاش کرده باشین اما نشده، حالا به دلایل مختلفی و ذهن ما سریع کنار کشیده و ناامید شدیم؟ اگر این اتفاق برات افتاده و اگر الان توی مسیر رسیدن به هدفی هستی که احساس میکنی که انگیزت کم شده، این ویدیو دقیقاً مخصوص توه. توی این ویدیو میخوام بهت یه سری حرفا رو بزنم که سطح انرژی توی هر سطحی که هست به بالاترین حد ممکن میرسه. دوست عزیزم، من توی ویدیوهای قبلی هم گفتم که همه چیز از انرژی ساخته شده. حتی ما آدم‌ها هم از انرژی ساخته شدیم و اگر میخوای به یک موفقیتی دست پیدا کنی، باید سطح انرژیت رو به اندازه اون موفقیت بالا ببری و ظرفیت رسیدن به اون موفقیت رو از قبل در خودت آماده کرده باشی. امکان نداره کسی بخواد بی نهایت تلاش کنه و به یک هدفی که سطح انرژیش اینجاست برسه اما اون فرد از قبل خودش رو آماده نکرده باشه برای اون هدف و سطح انرژیش رو به اندازه سطح انرژی هدفش بالا نبرده باشه. داستان اصلا سطح انرژی چیه؟ دوست عزیزم، وقتی که تو احساس خوبی رو در خودت به وجود میاری، وقتی که فرکانس های خوبی داری به جهان میفرستی، وقتی حالت خوبه، هواپیمای وجودت صعودی داره حرکت میکنه، یعنی به سمت بالا داره میره. هر حرکتی که در این حالت انجام بدی منجر به یک رشدی میشه. حالا اینکه نتیجهش رو الان میبینی یا بعدن، این حتما برات اتفاق میفته و یک نتیجه فوق العاده خوبم هست. ولی وقتی که تو حالت بده و همش داری قور میزنی، فرکانس های بدی داری به جهان ارسال میکنی، این داستان فرکانس رو هم توی ویدیو قبلی کامل توضیح دادم. جهان هم بهت دیر یا زود پاسخ میده و زندگی الان تو نتیجه برگشت اون فرکانس هایی که خودت فرستادی. من بارها گفتم که جهان تشخیص نمیده که تو فرکانس های بدی داری میفرستی یا فرکانس های خوبی داری میفرستی. جهان فقط میگه که با توجه به این فرکانس هایی که خودت از قبل داری میفرستی، منم نتیجهش رو توی زندگی برات خلق میکنم و بهت نشون داده و زندگی الان نتیجه تمام فرکانس هایی که فرستادی. اگر حالت بد باشه، هواپیمای وجودت داره سقوط میکنه. هر حرکتی، هر اتفاقی تو این شرایط برات بیفته منجر به سقوط بیشتر میشه و تو بیشتر توی سطح انرژی پایینتر فرو میری. و پس اولین کاری که باید بکنی توی هر شرایط و موقعیتی که هستی، باید حال خودت رو خوب کنی. حالا با هر کاری که کردی، هر کسی هم خودش بهتر میدونه چه جوری حالش خوب میشه. مثلا یک نفر با خودش میگه من الان برم بیرون توی بازار حتی خریدم نکنم، فقط یک نگاه بکنم حال دلم خوب میشه و با بیرون رفتن حالش خوب میشه. یه نفر دیگه با یک مسافرت حالش خوب میشه. هر کسی اگر از وجود خودش سوال کنه، بگه الان چه کاری رو باید انجام بدیم که حالم خوب بشه و به اون سوال عمل کنه و دست رد نزنه به اون چیزی که ذاتش میخواد، خب قاعدتا حالش خوب میشه. وقتی که تو حالت خوبه، همونطور که گفتم، شرایط، آدم‌ها و هر چیزی که برات اتفاق میفته همه با هم دست به دست هم میدن که اتفاقات بهتری برات بیفته که سطح انرژی تو بیاره بالاتر. دوست خوبم، وقتی که تو برای خودت هدفی رو در نظر میگیری و در راه رسیدن به هدف تلاش میکنی، خب یه جای آدم کم میاره دیگه. بالاخره ما آدمیم، ربات که نیستیم. احساس داریم، خسته میشیم. ولی کسی موفقه که سریع برگرده. یعنی وقتی انرژیت کم میشه، وقتی داری کم کم متوقف میشی توی مسیر رسیدن به هدفت، ذهنت داره بهت فشار میاره که دیگه بسه، بیا کافیه، بیا از این مسیر جدا بشیم، بریم تو هم حالت عادی خودمون، تغییر کردن بسه. اما تو به خودت میگی که نه، من به این جهان نیومدم که یک فرد معمولی باشم، من به این جهان اومدم که به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کنم و اینجوری میتونم زندگی خودم رو و دنیای بیرون خودم رو خیلی قشنگ‌تر کنم و ادامه میدی و تا آخر پیش میری و مسیرت هم درسته، قطعا به هدفت میرسی. مسیر درستی هم منظورم چیه؟ منظورم اینه که مسیری باشه که در سریع‌ترین حالت ممکن و راحت‌ترین حالت ممکن تو رو به هدفت برسونه. یعنی وقتی توی اون مسیرتی لذت میبری از اینکه تو اون مسیرت هستی. اگر کسی دیگه توی مسیری باشه که تو داری میری، ممکنه برای اون مناسب نباشه و اون اصلا ذات و رویاتش به این مسیری که تو داری میری نخوره. ولی تو متناسب با شرایط خودت این مسیر رو انتخاب کردی و مسیری که لذت بخشه برات و همین که داری توش قدم میذاری و حرکت میکنی رو به جلو، دلت خوبه، هواپیمای وجودت داره صعود میکنه. اتفاقاتی که تو این مسیر برات رخ میده مدام منجر به صعود بیشترت میشه و دقیقاً این همون مسیریه که اگر تا آخر ادامه بدی به هدفت میرسی. دوست خوبم، خیلی چیزا رو ما توی زندگی داشتیم که اگر تا آخر ادامه میدادیم به نتیجه میرسیدیم، ولی خیلی از ماها، شاید بیش از 90% آدم‌ها این کار رو انجام ندادن و کنار کشیدن. فقط تعداد محدودی از افراد تا آخر ادامه دادن و به موفقیت رسیدن. خب توی مسیر رسیدن به هدف مشکلات به وجود میاد، ولی مشکلات دوست ما هستن. تا زمانی که مشکلات توی مسیر رسیدن به هدف به وجود نیاد، تو از کجا میتونی بفهمی که
به چه چیزی علاقه داری یا باید چجوری عمل کنی. خیلی از برندهای بزرگ جهانی رو میتونیم ببینیم که توی مسیر رشد کردنشون مشکلات زیادی براشون پیش اومده، ولی نه تنها تسلیم نشدن، بلکه همون مشکل باعث شده که اونها به مراتب خیلی بیشتر پیشرفت کنن و خیلی صعودشون قطعی‌تر بشه و با سرعت بیشتری صعود کنن. اگر مشکلات وجود نداشت، اگر انسان با تضادها برخورد نمی‌کرد، خب خیلی سخت میشد که بفهمه دقیقاً باید چه اقدامی انجام بده. وقتی تو حرکت می‌کنی، وقتی قدم‌های کوچکت رو برمی‌داری، دو تا اتفاق خیلی قشنگ برات میفته. یکی این که مسیر آروم آروم خودش رو نشون میده، دقیقاً شبیه اینه که تو چراغ قوه انداختی و اون چراغ قوه مثلا تا 1 متر بیشتر روشن نمیشه. وقتی تو سر جاتی خب فقط 1 متر دور و برت می‌بینی، ولی وقتی جلو میری آروم آروم مسیر جلوت مشخص میشه و تو میفهمی که من باید دقیقاً پامو کجا بذارم، قدم بعدی چیه. پس اولین کاری که باید بکنی برای افرادی که اصلا شروع نکردن و برای خودشون هدفی ندارن اینه که حرکت کنی. این قانون جهانه. اگر حرکت کنی نتیجه میبینی. اگر همون آدم قبلی باشی که هستی، خب نتیجه برات خلق نمیشه. باید حرکت کنی. جهان به حرکت ما پاسخ میده. وقتی فرکانس به جهان میفرستی داری هواپیمای وجودت رو صعود میدی، وقتی حرکت میکنی داری به سمت هدف جلو میری. و این خیلی مهمه که اینو درک کنیم. توی مسیر رسیدن به هدفمون همونطور که گفتم مشکلات زیادی ممکنه به وجود بیاد و طبیعت انسان اینجوریه که حال انسان ناخودآگاه بد میشه. اما این هنر توئه که با انجام دادن اون کاری که گفتم بتونی سریع حال خودتو برگردونی. مادامی که حالت بده سقوط داری میکنی. اگر بتونی حال خودتو خوب کنی داری صعود میکنی و توی مسیر رشد و پیشرفت هستی. بنابراین دوست خوبم، توی هر موقعیتی اگر الان هستی و حالت خوب نیست، ناامیدی و احساس بدی داری، بدون این گذراست اولا، یعنی هیچ انسانی تا ابد حالش بد نمیمونه و هیچ انسانی هم تا ابد حالش خوب نمیمونه و اینها میچرخن. یعنی اگر 2 روز حالت بده، چند روزی هم میاد که حالت خوب باشه و اگر چند روز حالت خوبه، چند روزی هم میاد که حالت بد باشه و این قانون جهان و عدالت خداونده که برای همه داره اجرا میشه و خیلی هم قانون قشنگیه و این یک احساس گذراست. اما اینکه چه مدت طول میکشه که از این شرایط تغییر پیدا کنی، این دیگه به هنر تو بستگی داره. این به انتخاب‌های تو بستگی داره. دوست عزیزم، ما در هر لحظه داریم انتخاب میکنیم و هر انتخابی که در هر ثانیه داری انجام میدی آینده تو رو میسازه. دقیقاً شبیه کشتی هستیم که داره توی اقیانوس حرکت میکنه و سکاندار کشتی خودمون هستیم. این ناخدا کشتی رو به هر درجه‌ای بچرخونه، حتی یک مقدار خیلی کوچیک این کشتی در مسافت خیلی طولانی تر به جای اینکه وارد قاره بشه از یه قاره دیگه سر در میاره و در بلند مدت خیلی خیلی تاثیر داره. این میزان تغییر کوچیک ممکنه توی همون لحظه خودشون نشون نده، اما به تدریج بعد از گذر مدت زمان خیلی زیادی نتایج خلق میشه. و کتاب خیلی قشنگی در این رابطه هست به نام اثر مرکب نوشته دارن هاردی که فوق‌العاده است و میگه که تمام زندگی ما به خاطر حرکت‌هایی که آروم آروم انجام میدیم و این حرکت‌های خوب و مفید وقتی با هم ترکیب میشن یک اثر مرکب فوق‌العاده قشنگ ایجاد میشه که تمام زندگی ما رو میسازه. و این اثر ممکنه برای خیلی ها بد ایجاد شده باشه چون انتخاب‌های بدی داشتن و برای خیلی ها خوب ایجاد شده و در اثر همه اونها اون فرد به یک موفقیت خیلی بزرگ دست پیدا کرده. واقعا هم همین جوریه. این که میگه موفقیت به تدریج به دست میاد، تا حدودی من با این البته مخالفم. خیلی از موفقیت ها هم هستن که اینقدر آدم ها انتخاب های درستی داشتن و مسیر درست متناسب با خودشون انتخاب کردن که نتیجه اون موفقیت خیلی سریع براشون اتفاق میفته و نیاز نیست زمان خیلی زیادی رو وقت بذارن و توی مسیر رسیدن به اون موفقیت باشن. ولی خب دقیقاً انسانی موفقه و داره واقعا زندگی میکنه و عمرش مفیده، انسانیه که توی خودش تغییر ایجاد کنه، انسانیه که امروزش با دیروزش فرق داشته باشه. هر انسانی که روز قبلش با امروزش مساوی باشه اون انسان باخته. واقعا کوچکترین تغییری که در خودت به وجود میاری دقیقاً شبیه اون مثال کشتیه که من زدم، کشتی که توی اقیانوسه. در اون لحظه مشخص نیست که اون تغییر چقدر میتونه تاثیرگذار باشه توی زندگیت، اما به تدریج و در بلند مدت اثر خیلی بزرگی توی زندگیت ایجاد میکنه. دوست خوبم، از همین الان بیا تصمیم بگیر که روز یک تغییر در خودت ایجاد کنی. یک تغییر هر چند به ظاهر کوچک ولی اون تغییر خیلی تاثیر داره توی زندگی و اینجوری تو به موفقیت‌های خیلی بزرگی دست پیدا می‌کنی و اینجوری میتونی سکان کشتی زندگی خودت رو به مقاصد خیلی بهتری هدایت کنی. دوست خوبم، اصلا مکانت مهم نیست. چرا توی خود اون کشورهای پیشرفته هم خیلی ها موفقن و خیلی موفق نیستن. مهم اینه که تو در هر شرایطی که هستی حال و احساستو خوب نگه داری. زمانی که تو احساستو خوب نگه می‌داری توی هر شرایطی که باشی تو صعود می‌کنی. بازم میگم
حتی اگر این احساس خوب رو ادامه بدی، مکانت هم اگر مکانی هستش که متناسب با شرایط تو نیست، مکانت هم جابجا میشه. یعنی به مکانی هدایت میشی که متناسب شرایط حال توئه. بنابراین بیا غر زدن رو کنار بذاریم، بیا احساس بد رو کنار بذاریم، بیا این حس شکست خوردن رو از خودمون دور کنیم. هیچ چیزی تموم نشده، هنوز هم فرصت داریم، هنوز هم وقت هست که دوباره جبران کنیم هر اتفاقی که افتاده. یعنی خیلی احساس میکنن توی زندگی توی یک مسابقه هستن و مثلا توی یک دوی ماراتونه که همه با هم داریم مسابقه میدیم و اگر یک جایی مثلا متوقف شدن دیگه تموم شد. نه دوست عزیزم، این یک مسابقه نیست. تو به این جهان اومدی که واقعا لذت ببری. چرا؟ چون تو جانشین خداوند هستی. هر اتفاقی که داره میفته، حالت داره بد میشه، بدون مسیرت اشتباهه. باید یک بازبینی توی مسیر خودت بکنی. توصیه میکنم که حتما یک روز با خودتون خلوت کنید تو یک جایی که خیلی دوست دارین و بشین با خودت فکر کن. ببین آیا من مسیری که دارم میرم مسیر درستیه؟ اصلا این کارهایی که من دارم میکنم منو به اون هدف و رویاهایی که از ته وجودم میخوامشون منو میرسونه یا نه صرفا دارم حرکت میکنم، دارم تلاش میکنم که زنده بمونم؟ اگر پاسخت مثبت بود، بدون که خوشبخت ترین آدم روی زمینی، چون داری توی مسیر درستی قدم میذاری. ممکنه این حرفی که دارم میزنم خیلی ها بهانه‌های مختلفی بیارن که من مسیرم درست نیست، چون این اتفاق باید بیفته، چون توی این جامعه دارم زندگی میکنم، چون اونو ندارم، چون اینو ندارم. هزار تا بهانه بیارن که به مسیر اشتباهشون ادامه بدن. این مدل افراد معمولاً مسئولیت اشتباهات خودشونو به دوش بقیه میندازن. اما دوست خوبم، باید اولین قدمی که توی مسیر موفقیت برمیداری تمام مسئولیت زندگی خودت رو روی دوش خودت بندازی. یعنی هر آنچه که موفقیت کسب کردی و هر آنچه که شکست داری توی زندگیت میخوری، مسئولیت کاملش رو خودت بپذیری. چرا؟ چون این زندگی توئه. قرار نیست کسی توی زندگی بیاد بهت کمک کنه و هیچ کس هم واقعا بهت کمک نمیکنه. تنها کسی که بیشترین دلسوزی رو نسبت بهت داره خودتی. تنها کسی که میتونه جلوتو بگیره که به موفقیت نرسی و حال دلت بد باشه یا حال دلت خوب باشه و به موفقیت‌های خیلی بزرگی برسی، فقط و فقط خودتی، فقط و فقط ذهن توئه. تو در لحظه داری تصمیم میگیری که در هر ثانیه چه کار کنی. تو مدام داری انتخاب میکنی. اینکه نشستی و داری این ویدیو رو نگاه میکنی و اینکه یا حرکت کردی و داری در راستای یک هدفی داری تلاش میکنی، تمام اینا یک انتخابه و تو چاره جز انتخاب کردن نداری. ما از وقتی که پا به این جهان گذاشتیم، خداوند اینو بهمون گفت. ما در آگاهی مطلق بودیم. ما میدونستیم که هر ثانیه باید انتخاب کنیم بین چیزهای بد و خوب و اگر انتخاب هامون انتخاب های درستی باشه به موفقیت میرسیم. دوست خوبم، هیچ وقت خودتو دست کم نگیر. توی هر شرایطی هستی همه چیز درست میشه. من هم خیلی وقتا توی یک چنین شرایطی بودم، اما خب خیلی وقتا طبق همون چیزی که بهتون گفتم عمل کردم و نتایج خیلی سریع خودشون رو بهم نشون دادن و امیدوارم در تمام مراحل زندگیتون موفق باش. هر احساسی هم که الان داری تو تنها نیستی. خیلی از آدم‌ها این احساس رو دارن، ولی کسی موفق میشه که بتونه احساس خودش رو تغییر بده، چون تغییر احساسات منجر به تغییر افکار و رفتارهای ما میشه و تغییر رفتار ما منجر به انتخاب‌های درست ما میشه. وقتی تو حالت خوبه، وقتی سیستم بدنت در بهترین حالت ممکن قرار میگیره، انتخاب‌های درستی هم داری، چون بهتر و قشنگتر و درست‌تر میتونی فکر کنی. پس خودتو دست کم نگیر. تو جانشین خداوند هستی. احساساتو همیشه خوب نگه دار. سعی کن انتخاب هایی که در هر ثانیه داری انتخاب درستی باشه. انتخاب اگر اشتباه باشه نتایجش ممکنه در همون لحظه خودشون نشون نده، اما در بلند مدت اتفاقات خیلی بدی خدای ناکرده برات رخ خواهد داد. اگر هم تا الان انتخابات اشتباهی داشتی، اشکال نداره. آدم همیشه میتونه جبران کنه و میتونه خودش رو سریع توی هر مسیری که هست برگردونه به مسیر درست، مسیری که متناسب با شرایط خودشه. امیدوارم از این ویدیو نهایت استفاده رو برده باشین. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خداوند به من فرصت داد که در خدمت شما عزیزان خودم باشم. اگر انتقاد یا پیشنهاد یا هر سوالی دارین حتما داخل کامنت ها بنویسین. بچه من کامنت های شما رو میخونم، خیلی انرژی میگیرم و خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی همه شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. خدا نگهدار.